2500 سال پیش جهان در مشت مادها بود. آستیاگ پادشاه مادها که سایه اش بر تمام آسیا سنگینی می کرد، تصور می کرد خدای روی زمین است. اما حتی پادشاهان و خدایان دروغین نیز شبها می خوابند و کابوسها آنها را تنها نمی گذارند. او در خواب دید که شاخه تاکی از شکم دخترش رویید و تمام شکوه و روشنایی تاج و تختش را بلعید و نابود کرد. پادشاه از خواب بیدار شد، اما وحشت او تازه شروع شده بود. مفتخورهای به درد نخور، زبان باز کنید. معنی این خواب شوم چیست که سایه بر تخت ما افکنده است؟ تعبیر این خواب تلخ است، اما بهتر است بدانید این درخت فرزندی است که به زودی از دخترتان ماندانا زاده می شود. ستاره ها می گویند نوه شما خیلی زود سلطنت را از شما خواهد گرفت. خفه شید. و بدین ترتیب این گونه شد که آستیاگ تصمیم خود را گرفت. دخترم ماندانا، برای امنیت فرزندت باید به حکمتانه برگردی. قلمرو پارس برای وارث ما ناامن است. شهر انشان، قلمرو پارس ها. پدرم گویا بیشتر از من و تو نگران سلامت وارثش است. این دوری برای سلامت اوست. اگر پسر شد، نام نیاکانم کوروش را بر او بگذار. کمبوجیه شاهزاده پارس همسرش ماندانا را با قلبی مملو از غم بدرقه کرد. ماندانا خوشحال به قصر پدر برگشت، اما خبر نداشت چه چیزی در انتظار او و فرزندش است. ماه‌ها گذشت و کودک پسر به دنیا آمد و نامش را کوروش گذاشتند، اما سرنوشت چیز دیگری نوشته بود. هارپاگ وزیر آستیاگ ماجرای خواب و فرمان شاه را به ماندانا ابلاغ کرد. او ابتدا سعی کرد به روشی که شاه دوخت ناراحت نشود دستور را اجرا کند، اما در نهایت به ناچار به زور متوسل شد. اگر من نبرم جلاد می آید و مرگش حتمی خواهد بود. ترس از دست دادن تاج پدر بزرگ را به یک شیطان تبدیل کرده بود. دستور این بود که نوزاد پس از تولد کشته شود. یا در جنگل رها شده تا طعمه درندگان شود. اما گاهی وجدان جنگجوها از شمشیر آنها برنده تر می شود. اما او نمی دانست وجدان بیدار او تاریخ یک جهان را